پهلوان معروف توجک تیمور رئیموف روز 6 نوامبر سال 2022 در مسابقات گشتین дзودو گراند سلامی باکو در وزن بیش از 100 کیلو سزاوار جای اول و نشانی طلا شد. این اولین مدال طلایی گشتینگیر توجک به نمایندگی از تاجیکستان در مسابقات дзودو در سلسله گراند سلام است. قبلا پهلوان توجک محمد بیکوف در سالهای 2021 و 2022 سه مرتبه سزاوار مدال‌های طلا در مسابقه های گراند سلام شد، ولی او به فرق از عمک بچه‌اش سامان محمد بیکوف در هیئت تیم روسیه هنرنمایی میکند. تیمور رئیموف در راه به سوی نشان طلای گراند سلامی باکو اول سرافیم کمپانیز از اسرائیل، سپس سابا اینانشویلی از گرجستان و در دور نیم نهایی مرات پومالینن از فنلاندیا را شکست داده. در نبرد نهایی پهلوان 23 ساله از ازبکستان علیشیر یوسوپوف را هم مغلوب ساخت. در این نبرد تیمور رئیموف رقیب ازبکستانیش را با چنان هلوک زیبا پشت به زمین کرد که حتی شورای تلویزیون ورزش ندا داد که حلالت بود. متاسفانه روز 6 نوامبر در روز آخرین گراند سلامی باکو بخت بر روی دیگر پهلوان توجک آمد نکرد. امام رضا انورزاده، رحمت الله میرزویف در وزن تا 100 کیلوگرم و جهانگیر مجیدوف و کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو ناکام شدند. تاجیکستان را در باکو 12 پهلوان نمایندگی میکردند. از این شمار تنها 2 نفر صاحب مدال شدند. تیمور رئیموف طور گفتن صاحب مدال طلا شد و مولا رجب خلیفه روز 4 نوامبر در وزن 66 کیلوگرم به گرفتن مدال نقره مشرف گردید. تیمور رئیموف در رده پهلوان‌های خوشنام و سرجایزه توجک داخل شده طی سالهای آخر در چندین مسابقات بین المللی صاحب مدال شده است.